سلام، خوش اومدید به مجله بیش‌فعالی ایران. امروز قرار درباره موضوعی صحبت کنیم که میتونه برای بسیاری از ما بازی رو عوض کنه. دارو. داروها چطور با آرام کردن آشفتگی ذهنی ما کمک میکنن؟ برای فهمیدن این موضوع باید درباره بخش پستخانه مغزمون صحبت کنیم. در مغز افراد بیش‌فعال، گیرنده‌های کلیدی مثل دوپامین و نوراپینفرین مشکل زیادی در رسوندن پیام دارن. در ضمن تعدادشون هم کمه و قبل از اینکه پیام به طور کامل رسونده بشه، بازجذب میشن. نتیجه‌ش هم مشکلاتی در تمرکز، انگیزه و کنترل اعماله. اما داروهای بیش‌فعالی چیز جدیدی به مغز اضافه نمی‌کنن. اونا فقط به حاملای طبیعی مغز کمک می‌کنن تا مؤثرتر باشن. برای بسیاری از افراد، اولین تجربه دارو مثل اینه که برای اولین بار عینک به چشم بزنید و متوجه شید دنیا به هیچ وجه تیره و تار نیست. لطفاً قبل از ادامه کانال ما رو سابسکرایب کنید. خب، داروهای بیش‌فعالی به دو گروه تقسیم میشن: محرک و غیر محرک. محرک ها مثل ریتالین و ویانس و غیر محرک مثل آتوموکستین. محرک ها بخش های غیر فعال مغز ما را که مسئول تمرکز و کنترل هستند تحریک می کند و در واقع باعث می شود که احساس آرامتر و منظمتری داشته باشیم. اما غیر محرک ها به طور متفاوتی کار می کنند. به جای اینکه یک حس روشن شدن محسوسی به شما بدن، در پس زمینه کار می کنند و طی چند هفته در سیستم شما تجمع و بعد شروع به کنترل ADHD می کنند. مهمه بدونید که محرک ها باید اول تجویز بشن، ولی به هر دلیلی اگر مناسب نبودن باید سمت غیر محرک ها رفت. وقتشه بریم سراغ چند تا افسانه غلط در مورد داروهای بیش‌فعالی. اولیش این که این داروها شخصیت شما رو تغییر میدن. خب این غلطه. هدف از دارو این نیست که تو رو به یه ربات تبدیل کنه. هدف اینه که موانعی مثل اضطراب، ناامیدی و تردید به خود رو برطرف کنه. افسانه دوم همینه که داروهای ADHD مواد مخدر هستن، باوری که هیچ پایه و اساس علمی نداره. این داروها ممکنه وابستگی ایجاد کنن، اما این مبحث با اعتیاد متفاوته. و در آخر این اشتباه که دارو برای کنترل بیش‌فعالی کافی است. کوچینگ، رواندرمانی، مصرف مکمل‌ها و مدیتیشن بهترین روش‌های کمکی کنترل ADHD هستند. در آخر یادتون باشه داروها ممکنه عوارض جانبی داشته باشن و شروع یا تغییر دوز باید همیشه زیر نظر روانپزشک انجام بشه. مهمترین عارضه محرک‌ها بی‌اشتهایی، بیخوابی و سردرد هست که بعد از مدتی رفع میشن. غیر محرک‌ها هم با حالت تهوع و خواب‌آلودگی همراه هستند که فقط در ابتدای مصرف ممکنه رخ بدن. اینو یادمون باشه که عوارض بیش‌فعالی کنترل نشده به مراتب بیشتر از داروهاست. خیلی از شایعات در مورد داروهای ADHD حاصل تبلیغات مؤسساتی هست که مثلا کار نوروفیدبک میکنن. روشی که ثابت شده برای بیش‌فعالی بی‌تأثیره. حالا وقتشه یکم به اسامی داروها بپردازیم. قرص‌های محرک معمولاً یا فرمول متیل فنیدات دارن یا آمفتامین. معروف‌ترین داروی متیل فنیدات ریتالین هست. ریتالین نوع سریع رهش این فرموله. سریع رهش یعنی دارو سریع اثر میکنه و نهایتاً تا 4 ساعت اثر بخشه. اما پیوسته رهش معمولاً 12 ساعت اثر داره. از معروفترین پیوسته رهش‌ها میشه به ساندوز یا کنسرتا اشاره کرد. معروفترین داروهایی که پایه آمفتامین دارن هم ویاس و آدرال هستن. خب، حالا وقتشه یه نگاهی به تاریخچه این داروها بپردازیم. اولین دارو برای ADHD بنزدرین بوده که سال 1316 شمسی معرفی میشه. بعدش سال 1323 ریتالین میاد و سرنوشت اختلال بیش‌فعالی رو برای همیشه تغییر میده. در این ویدیو دیدیم داروهای بیش‌فعالی نه تهدید و نه معجزه هستند، بلکه ابزارهای علمی و مؤثری برای بهبود کیفیت زندگی اند. اگه این ویدیو رو دوست داشتید،
لطفاً کانال مجله بیش‌فعالی رو سابسکرایب کنید و لایک ویدیو رو هم فراموش نکنید. تا ویدیوی بعدی در پناه علم باشید. بدرود.